در مواردی که حتی اگر یک مرد بدون مورد به خاطر نمک را زیاد کرده، نمک را کم کرده، سیلی میزنه به زن خود، این مرد ظالم است. لیس اولئک بخیارکم، پیامبر میگه اینا بهترین های شما نیستن. فقط در چند مورد مرد میتونه زن خود تنبیه بکنه، او را لطکوب کنه. با چی لطکوب کنه؟ با مشت؟ نه. با لگد؟ نه خیر. با سیلی به صورتش؟ نه خیر، اجازه نیست. با یک چوبی که به اندازه مسواک است در پاهایش بزنه. جو وقتی که نماز نمیخونه بار بار برش میگه نماز بخوان، این نماز نمیخونه. چون زنی که نماز نمیخونه خیر و برکت خانه را از بین میبره. اول خود نصیحتش میکنه با محبت. فعظوهن، قرآن میگه نصیحتش بکنید، زیاد برش بگو همسر گرامی، به خاطر خدا، به خاطر نور چهرهت، به خاطر خیر و برکت خانه. دوم، اگر نشد بستری خود جدا بکنه، دور بخوابه، چون تاثیر بکنه، بفهمه این زن که مرد از من خیلی خفه شده.